خروج از پارکینگ سخت‌ترین کار برای کسایی که تازه دارن رانندگی یاد میگیرن. سلام دوستای عزیز، شاهین تارخانی هستم، مربی رانندگی. امروز میخوام خروج از پارکینگ رو بهتون یاد بدم. تو ویدیوی قبلی اگر ندیدی حتما برو ببین. ورود به پارکینگ با سر ماشین و دندقه رو یاد دادم. تو این ویدیو میخوام خروج از پارکینگ رو با سر ماشین و دندقه بهتون یاد بدم که خیلی مهمه و خیلی آماریدم بدم. دیگه هی نه یا التماس اینو کن، التماس اونو کن، ازش خواهش کن که ماشینو ببره تو و بیاره بیرون. من توی این ویدیو و ویدیوهای قبلی کامل روون و راحت به توضیح دادم که چجوری ماشینو هم بیاری تو پارکینگ هم خارج کنی و این ویدیو خیلی مهمه، حتما نگاه کن، نکات ریزی داره. بریم بهتون یاد بدم. خب خروج از پارکینگ با سر ماشین خب راحت تره. ما با سر ماشین میریم و باید بدونیم تا کجا میریم، چقدر فرمون رو میچرخونیم، ولی دندقبش سخت‌تره. خب من دندقبم بهتون یاد میدم، الان با سر ماشین رو بهتون یاد میدم، در ادامه ویدیو با دندقبم بهتون یاد میدم. خب سر ماشین رو باید کنترل کنید. توی فضایی که شما رانندگی یاد گرفتی، سمت چپت رو راحت‌تر میتونی تشخیص بدی تا سمت راستتو. پس زمانی که شما هنوز ابعاد ماشین رو، سمت راست ماشین رو هنوز نمیتونی خوب تشخیص بدی، با سمت چپ آینت از پارکینگ باید خارج. یعنی چی؟ یعنی میای آینت رو توجه کن، این آینت، یعنی ما این آینه رو کار داریم. میای نزدیکترین حالت به در، یه فضایی برای آینه برای خروج بمونه. پس مطمئنا اونور هم ابعادی هست، یعنی فاصله هست برای خروج ماشین. درها همشون استاندارد ساخته شدن که ماشین های حتی شاسی بلند هم راحت وارد پارکینگ یا خارج. من این ور رو تنظیم میکنم، آینه هم به در نخوره ولی نزدیکترین حالت باشه به این شکل. ولی اون ور نگاه کن چقدر فاصله زیاده، پر راحت میتونم برم. حالا این ور ما اگر زود فرمون رو بچرخونیم میخوریم به این باغچه و اگر جدول بالا باشه میخوریم به جدول. پس تا کجا بریم بعد فرمون رو بچرخونیم؟ ما تا جایی میریم که خودمون برسیم به این جدول. خودمون رسیدیم به این جدول، حالا نگاه میکنیم. حالا اگر بعضیا میپرسن میگن اگر جدول نبود چی؟ خب خودت رسیدی به در خونت، خودت رسیدی به در، فرض کن اینجا در خونت، خودت رسیدی به در خونت، هر سمتی میخوای بری، من میخوام برم چپ یا راست، جلو هم ماشینه، باید سریع فرمون رو بچرخونم، سریع فرمون رو میچرخونم به سمت چپ و میرم. نگاه کن پارکینگ خارج شدم و به ماشین جلویی هم برخورد نکردم. به این سادگی. خب حالا بریم خروج با دندقبم بهتون یاد بدم که خیلی مهمتره. خب من میخوام با دندقب از این پارکینگ خارج شم. نگاه من اینجا میبینم فاصله ماشین با در رو، اما اینجا هیچ فاصله با در من ندارم. میبینی؟ یعنی همینو اگر برم میخورم به در خونه. حالا باید چیکار کنم؟ دنده که میره عقب. خب این سمتی که ما فضای بیشتری داریم، یعنی توی دندقه برای خروج از ماشین حتما باید از آینه ها استفاده کنی. اینجوری نباشه که دستتو بذاری پشت صندلی برگردی، اینجوری میزنی جلوی ماشین رو داغون میکنی. اکثر کسایی که ماشینشون رو زدن برگشتن عقب رو نگاه کردن. حالا ما فضای خالی اگر داریم، اینجا نگاه کن فضای خالیه، حالا یه ذره نور زیادتره اونور چون بیرونه، فضای خالی زیاد میبینی الان مشخصه. فضای خالی بین ماشین و در زیاده. ما فرمون رو میدیم به سمت همون جایی که فضای خالی زیادی داره. پس ما فرمون رو میدیم به سمت چپ تا جایی که فضای این آینه با این آینه یکی بشه. نگاه کن الان، نگاه کن میبینی فضای این در ماشین با آینه و فضای این یکی شد. چیکار میکنم؟ هر چقدر فرمون رو چرخوندم به چپ برمیگردونم، یه دور چرخوندم صاف میکنم. حالا هی باید آینه ها رو چک کنم که ببینم میخوره یا نه. نگاه کن هی باید چک کنم نکنه یه وقت فضای اینور بیشتر بشه فضای اینور کمتر. باید دقیقاً دوتا یکی باشه.
میام عقب، مثل این که اومدم. حالا اگر فرض کن شما این آینه یا اون آینه نزدیک در بود، چیکار میکنی؟ دقیقا فرمون رو میچرخونی به همون سمت که نزدیکه، یا اصلا خورده یا اصلا برخورد داشته. ما الان نگاه کن، این آینه‌مون نسبت به این آینه به در خیلی نزدیک تره. یه ذره من فرمون رو میدم به سمت، یه دور فرمون رو میدم به سمت این، نگاه کن الان فاصله با این در هم زیاد میشه، الان اونور کم شده، میبینی؟ پس صاف میکنم و میرم عقب. اینو کی فرمونو بچرخونم که جلوی ماشین به در یا به این باغچه نخوره؟ این دقیقاً آینه میرسه به اون مانعی که هست، حالا جدول باغچه است، در خونه است، هر چیز هست، آینه رسید به اون، من فرمون هر سمت که دوست داشتم برم مخالفش میچرخونم، برعکس دنده جلو. الان من مثلا میخوام برم به سمت اینور، سمت راست، فرمون رو کامل میچرخونم به سمت چپ، ببین ماشینم به سمت راست مایل میشه. به همین سادگی. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه و ازش استفاده خوبی بکنید. با احتیاط اول با همین شاخص ها حتی از کسی هم کمک بگیرید برای ورود خروج پارکینگ ها، بعد نم نم دیگه تنها خودتون خارج کنید و وارد کنید، چون که وقتی که ماشین یه گوشش بخوره شما هیچ مقصری نداری که بخوای از بیمه استفاده کنی، باید تمام خسارت ماشین رو خودت پرداخت کنی. پس هر چقدر بیشتر دقت کنی مال دست خودت میمونه. حتما این ویدیو رو لایک کن، حتما سابسکرایب رو بزن و حتما زنگوله رو فعال کن تا ویدیوهای بعدی چیزهای مفیدی بهت یاد بدم. خداحافظ.